بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله إيمانا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرانم و خواهران مسلمانم، امروز می خواهم به یک مجوسی خبیث رد بزنم. یک مجوسی که پدرش ملا بود. بیچاره ملا فرزند را به وایه رسانید که فرزندش مجوس است و دینی الله و رسول و دین پدرش و دین تمام ملتی تاجیک را تحقیر می کند، انکار می کند و من و شما داریم تماشا می کنیم. ما هم از همون ملت هستیم، ملت مسلمان تاجیک. این انسان عبدالقادر طلبکوف است، رئیس کتابخانه بگویم مرکزی در دوشنبه، بزرگترین کتابخانه در تاجیکستان. رئیسش انا همین است. این انسان حتی در سالهای پیش رئیس تلویزیون و رادیوی تاجیکستان بود. یعنی تمام معلومات هایی که به واسطه تلویزیون به سمع شما می رسید و شما مشاهده می کردید به واسطه همین انسان مجوسی بود. بله، این انسان در فیسبوک معروف و مشهور است. همیشه مقاله ها می نویسد و آشکار بیان می کند که مجوس است. و اما در این نواری که آخر کرده است، مسلمان ها را، همه ملا و طالب علمان را تهدید می کند. ببینیم که چی می گوید. درود بر شما می‌گردم. این صبح وقتی که فیسبوک رو شدم، داملا ابراهیم گفتنی یک برادری جاروبریش ابلهریش به زردوش طعن میگفت، خراب میداد، مجوس میگفت. و یک بار دیگر با این داملا و با دیرخوا داملاهای دیگر تاکید میکنم که با گذشتگان ما نرسید، با گذشتگان ما اهانت نوارید. حضرت محمد پدرش کافر بود، هیچ چیز نمیگفت و در بهشت اونها همراه هم. با یگان جاربیش، کلتریش، کسریش، جاهلریش، نمیدونم جیرریش، کسریش کسی امکان نداده است که گذشتگان ما را حقارت گیرد. یک بار دیگر تاکید میکنم به همه داملاها از منطقه کلوب تا به بدخشان، هر کسی که دیگر به زردوش اهانت، حقارت، درشتی، دغلی، تحقیر و تهمت میزند، من به سود مراجعت میکنم و وجدانشان بسوزد. اون نفرانی که به گذشتگان ما، نخست پیامبری به شریعت زردوشت است، نخست کتاب آسمانی اوستاست. 65% قرآن سرچشمه از اوستا گرفته است و حضرت محمد انکار نکرده است، کافر نگفته از زردشت را. در قرآن سابعین این مجوس ها و سابعین همین مایم و محمد گفته است یک خدایند، احترامشان کنید. و به این جیلکدارانی جاروبریشی شپشک زده کسی امکان نداده است که زردشت را تحقیر کنند. آگاه کردم. الله المستعان، الله المستعان. این ملت مسلمان های تاجیک، این ملت بزرگ مسلمان های تاجیک، حالشان چی شد که به سر اونها
مجوسی ها تهدید میکنند. به این جوانان مسلمان غیور تاجیک چی شد که امروز دینی مبین آنها را، دینی شریعت ناب آنها را یک مجوسی خبیث به زیر سوال میبرد؟ آیا این جوانها را همه را قتل کردند، همه را حبس کردند، همه را نابود کردند؟ نه، ما امید داریم که تا به حال جوانهایی هستند که جزای این مجوسی را باید و شاید خواهند داد. اما سخن ما اینجاست: ای مجوسی، ای کافر، الله تو را لعنت بکند. بدان که در نزد الله یک دین وجود دارد و دیگر دین قبول نیست. این دین دین اسلام است. اسلام تسلیم شدن به توحید الله، یگانگی الله در عبادت، یگانه او را عبادت کردن، یگانه به حکم او حکم کردن و غیر الله را، آتش پرستی را انکار کردن. پس ای آتش پرست، الله میگوید، البته ما برای مسلمان ها هم میگوییم، ای مسلمان ها بدانید که الله میگوید در سوره آل عمران آیت 18: ان الدین عند الله الاسلام، همانا که دین در نزد الله اسلام است، غیر اسلام دیگر یگان دین قبول نیست. یهودیت کفارند، نصرانی همه اش کفار است و مجوسی کافر و مشرک و وثنی هست. وقتی که اینها میمرند، دین اسلام آمدنش را فهمیدند، خالدن مخلدن فی النارند. در حدیث صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند، خیلی که ما مسلم روایت کرده اند: ما يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما أرسلت به أو بما جئت به ومات فهو في النار. یهودی و نصرانی که میفهمد که دین اسلام آمده است اما قبول نمی کند و میمیرد، خالدا مخلدا فی النار است. این مجوسی خبیث در بین ملت مسلمان تاجیک میشیند. رئیس اونها است، رئیس کتابخانه اونها است. فرزندای مسلمان ها در سبحان الله زیر تربیه این است. و سالهای پیش تلویزیون و رادیو هم در زیر کنترل همین انسان بود که تمام معلومات به واسطه مجوسی به شما میرفت و به خودش جرأت میدهد که تهدید بکند تمام ملاها و تمام طالب علمان را که من به سود مراجعت میکنم. توف بر تو ای خبیث مجوسی و به سود مجوسیت و به این طاغوت رئیست. اولا بگویم که چرا این به خودش اجازت داد که به ملت مسلمان تاجیک اینچنین تحقیر را و به دین اسلام اینچنین تحقیر را روا بیند؟ برای اینکه این طاغوت دارد. این میداند که پیشوایش، این رئیسی تاجیکستان و تمام لشکرش، اینها همه خدمت کنندگان به مجوس هستند. اینها خدمت کنندگان به یهود و نصارا هستند و اینها همه بر ضد اسلام هستند. بله، اینها جوان مردان را به خاطر یک ریش حبس میکنند. زنان پاکیزه مؤمنه را نمیگذارند که شرم و حیای خود را حفظ بکند و حجابش را از سرش میگیرند و میخواهند که لخت باشد، میخواهند که فاحشه باشد. نمیگذارند که جوانها اقلا در درون مسجد رود یک بار لا اله الا الله بگوید. انکنون فهمیدید که مقصد این حکومت خبیثی چی بوده است؟ مقصدش مجوس کردن شما ای مسلمان ها است. مجوس کردن اگر شما نباشد فرزند شما، نبیره های شما است.
اما اجازت میدهد که یک خبیث عبدالقادر طلبکوف، رئیس کتابخانه، یکی از انسان معروف در فرهنگ، در مدنیت تاجیک، در قسم معارف، میخیزد میگوید که زردشتی این است و آن است، ملاهای جوروبریش. من شما را به سود مراجعت میکنم. اولا میگویم که پسترین آیین و دین، خبیثترین آیین و دین، این دین مجوسی است. این دینی که سبحان الله مرد مادرش را، زنش را، دخترش را به نکاح خود در آورده و از این فرزنددار شده است. این دینی که حیوانیت هم اینچنین دین را قبول ندارد. اما آیین و دینی عبدالقادر طلبکوف همچنین بوده است. حکم عبدالقادر طلبکوف پسری ملا بوده است. اگر پدرش ملا باشد، وقتی که تولد شد این مسلمان بود، این مرتد است، این کافر است، مرتد است، این باید ادب داده شود و حکمش در نزد قرآن و سنت معروف است که الله و رسولش آشکار میگویند من فارق الجماعت فاقتلوه. کسی که دینش را دیگر میکند نابودش بکنید. کسی که دینش را دیگر میکند، آشکار برای مسلمان ها باز تهدید میکند، جزای این همین است. این انسان کسی است که دین را دیگر کرده و دیگران را تنبیه میکند و باز تحقیر میکند، بداند که کافر است، مرتد است و هر کسی که همین انسان را از گرد و برش دیده و دانسته، این حالتش را دید، دانست، فهمید و کافر نگفت، او هم کافر مرتد است. به دین اسلام اینها اصلا ربطی ندارند. زنش به این حرام است. زن عبدالقادر طلبکوف بدان که هر زندگی که به این مرد خبیث میکنی برای تو یک راه به سوی جهنم است. برای تو حرام است که با این مرد خبیث مجوسی زندگی بکنی اگر مسلمان باشی. این شوهرت را تکفیر بکن و ترکش بکن و به سوی الله بازگرد. عبدالقادر طلبکوف هر یک علاقه جنسی که به زنش میکند این زنا است. اگر این عقیده را پیش از فرزند داشتنش داشته باشد و پیش مرتد شده باشد، بداند که همه فرزندهایش ولد و زنا است. اینها خبیثترین اهل در تاجیکستان هستند. تمام حق و همسایه و تمام معرکه و تمام دهه و تمام تاجیکستان باید لعنت بگوید به این عبدالقادر طلبکوف و انکارش بکند و برویش توف بکند و نابودش بکند. این است مسلمانی و این است حمایت از دین و این است قرآن و سنت. اما کسی فهمید که این مجوس است، کسی فهمید که این دین اسلام را تحقیر میکند، اما باز به خاطر منصب این انسان، به خاطر چیزی دیگر این انسان، به خاطر احترامش، به خاطر پدرش، به خاطر مادرش، به خاطر زنش به این انسان خوب معامله بکند، این انسان را انکار نکند، این انسان را مسلمان بگوید، داند که خودش کافر شده است. برای این انسان سلام دادن حرام است، این انسان را احترام کردن حرام است، به این انسان هم نشست شدن حرام است و در حالتی که این انسان میمرد برای این انسان را شستن، جسمش را غسل دادن حرام است. کسی که این کار را میکند اگر توبه نکرده این عبدالقادر طلبکوف بمیرد، کسی که به همین انسان جنازه میکند او هم البته که به یک کاری خطرناک دست ده. اگر فهمیده حالت عبدالقادر طلبکوف را که مجوس است، دین اسلام را این کارو تحقیر میکند، بعد از این به این جنازه بخواند، این را مسلمان گفت جنازه خواننده هم از دین اسلام بیرون شده. اما وای وای به حال این علما، وای به حال این طالب علمان که به این چنین خبثا جزا نمیدهند، جواب نمیدهند و ملت تاجیکستان، مسلمان ها آهسته آهسته به طرفی حتی مجوسی را روان کرده شدند. خصوصا این ملاهای طاغوت پرست که به خاطر تمامی ضد اسلام و مسلمین کلمه ها را میگویند، ضد اسلام و مسلمین هر یک مراجعت و خطبه را آماده میکنند، اما در دفاع اسلام و مسلمین این طاغوت پرستا سخن نمیکنند. پس ای ملت مسلمان تاجیک، به این علمای طاغوت پرست خود
شما هیچگاه باور نکنید شما را میگذارند که مجوس بشوید، اما نمیگذارند که مسلمان حقیقی بشوید. وظیفه این طاغوت پرستو همین است. هر ملایی که خدمت به طاغوت میکند و به خاطر طاغوت دن را باز میکند، حرف میگوید، این مقصدش رسانیدن دین، حفظ دین نیست. این حفظ طاغوت است و نابود کردن دین است. و این مدخلی ها و این مجوسی ها و این بگویم دیگر از حزبی ها، این همه دهانشان پوشیده است. کجایند این مدخلی های خوب است که بیایند این کفر آشکار و این ریده آشکار را بیان بکنند و مردم را به سوی توحید دعوت بکنند؟ وجود ندارد. پس شما هستید ای جوان مردان مسلمان ملت تاجیک، دهان این خبیث را می توانید ببندید. اگر شما جوانها خواب باشید، بدانید که در نزد الله مسئول هستید. و بداند هر کسی که میگوید که غیر از دین اسلام دیگر دینی هست که وی را رسول الله این کار نکرده اند، کافر نگفته اند، این چنین انسان بداند که دین در نزد الله اسلام است. و این چنین در سوره آل عمران آیتی دیگر آمده است که الله سبحانه و تعالی میگوید در سوره آل عمران آیه 85: و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. هر کسی که غیر دین اسلام دین دیگری را قبول میکند، دین دیگری را اختیار میکند، خواه یهودی، خواه نصرانی، خواه مجوسی، آتش پرستی، این دین دیگر از هیچ کس قبول نیست. الله یگانه دینی که قبول میکند این دین اسلام است، دینی که توحید دارد، عمل دارد، براءت از شرک مشرکین دارد. و این انسانی که غیر دین اسلام را قبول کرده است در نزد الله قبول نمی شود. الله این انسان را انکار میکند و در آخرت این انسان در خسارت بزرگ است، کافر است. در آخرت این انسان به جهنم می رود، ابدالابد به جهنم می رود. الله در دوام آیت می گوید: کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق و جاءهم البینات والله لا یهدی القوم الظالمین. الله هدایت نمی کند قومی را که بعد از کفرشان ایمان آورده اند، باز شهادت دادند که یعنی رسول حق است و به اونها بینات آمده است، یعنی فهمیدند، دانستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم حق است، دلیل ها آمده است، قرآن آمده است، بعد از این با کافر شدند، دیده و دانسته. البته که الله ظالم ها را هدایت نمی کند. جزای این چنین انسان هایی که دیده و دانسته قرآن در دستشان هست، میدانند که رسول الله حق است، از دین برآمدند، کافر شدند، دین را تحقیر کردند، بازی به دین کردند، جزایشان چی است؟ الله میگوید: اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. جزای این خوبسا همین است که لعنت الله بر اینها و لعنت تمام ملائکه ها و لعنت تمام مردم برای اینها است و اینها در جهنم ابدالابد باقی میمانند. اگر توبه نکنند، پیش از توبه کردن بمیرند، که البته الله این چنین انسان‌های ظالم را هدایت نمی‌کند، اینها را شاید فرصت توبه کردن ندهد، برای اینکه اینها دیده و دانسته عناد کرده و به اسلام جنگیده و دیگر دین را اختیار کرده و منتشر کرده شدند. جای اینها ابدالابد جهنم است، خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون. ابدالابد در جهنم میمانند. ای عبدالقادر طلبکوف، توبه بکن، اگر توبه نکردی ابدالابد جای تو جهنم است و هیچ کمی از عذاب ندارن، یعنی عذاب اینها کم کرده نمی شود و به اونها نظر هم کرده نمی شود. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحیم. اما کسانی که توبه کردند، بعد از این کفرشان توبه کردند، به سوی الله انابه کردند و بازگشتند و اصلاح شدند،
همانا که الله غفور و رحیم است. توبه نما ای مجوسی ها، توبه بکنید، هر یکتون توبه بکنید. توبه نکردید عاقبت شما این گرفتار شدن به لعنت الله و ملائکه ها و تمامی لعنت کننده ها، به لعنت تمام مردم گرفتار می شوید و جای شما ابدالابد جهنم است. از جهنم خلاصی روزی ندارید. اما توبه کردید، الله بخشنده مهربان است و الله توبه شما را میپذیرد. سبحان الله. اما بدانید که کفر ورزی بکنید و کفر را بالای کفر زیاد بکنید، با اسلام دشمنی بکنید، الله میگوید ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. کسی که کافر شد و در حالت کافر بودنش وفات کرد، یگان ذره از عملهای صالحی کردش قبول نیست. آدم کافر هر عملی که میکند، هر ثوابی که میکند، یگان کار خوبش قبول نیست. اگر به مانند این زمین صدقه بکند، طلا را صدقه بکند، به مانند این عالم قبول نیست و برای اینها عذاب شدید هست. اولئک لهم عذاب علیم و ما لهم من ناصرین، و اینها کمک کننده ندارند. این است جزای این مجوسی ها. مجوس این یک دین شرکی کفری هست. هر کسی که مجوس است کافر است. براءت از کردن از این از اصول دینی ما هست. پس ما هم جوانهای مسلمان ملت تاجیک عبدالقادری مجوس تلبکوف را تنبیه می دهیم. آخرین سخنت همین باشد. خاموش باید باشی. دیگر هیچ تهدید بالای مسلمان ها، هیچ تحقیر بر دین اسلام، هیچ تحقیر بر رسول الله صلی الله علیه وسلم ما، هیچ تحقیر بریش، هیچ تحقیر به خواهران مسلمان پاکدامن ما، به حجاب اونها، به دین ما، به شریعت ما، به احکام دین ما، زبانت را باز نکن، وگرنه آخرین کلمه تو خواهد شد. تنبیه از جانب جوان مردان جسور ملت تاجیک که آمادند خودشون را فدا به الله رسول بکنم، به تو ای خبیث است، توبه بکن و به سوی الله بازگرد، وگرنه در حقیقت پشیمان خواهی شد. این است سخن ما به همه مجوسی ها. این است سخن ما به همه کسانی که به دین الله رسول می جنگند. این است سخن ما به همه این خوبسایی که به اسلام و مسلمین می جنگند و استهزا می کنند و تحقیر می کنند و احکام الله را رد می کنند. پس این پیشوایشان، این خوبسا، این طاغوت است که این شرایط را به اینها آماده کرده ایستاده است. این لشکری طاغوت است که این مجوسی ها را دفاع کرده ایستاده است. آشکار و واضح این جنگ کردن به دین اسلام است. یگان جای پوشیده نیست. با مسلمان ها بازی نکنید، با دین اونها بازی نکنید، با سبحان الله مقدسات اونها نرسید و این چنین نظرسنجی های خبیثتون را ترک بکنید و جمعیت را ناآرام نسازید. جمعیت را در حقیقت مسلمان های تاجیک را ناآرام نسازید. یعنی خودی شما ناآرام میکنید، خود شما فتنه میکنید، خود شما هست که مردم را به خاک و خون میکشید. با همین سخن خود را به پایان میرسانم و از الله سبحانه و تعالی طلب میکنم و دعا میکنم و التجا میکنم که این چنین خوبسا را نابودشان بکند و عجایبات قدرتش را در بالای این مجوسی عبدالقادری تلبکوف الله خودش نشان بدهد. ای الله، به نام اسم اعظمت از تو می طلبم
الله احد، الحي القيوم، الاول الاخر الظاهر الباطن، بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام. اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمت احد من عبادك او استاثرت به في علم الغیب عندك. از تو دعا میکنم که دشمنان اسلام را نابود بکن. این تحقیر کنندگان اسلام، این کار کنندگان اسلام، تحقیر کنندگان دینت را الله نابودش بکن. الله قدرتت را در بالایش نشان بده که به دیگرها عبرت بشود. هیچ کسی نتواند به دین تو، به رسول تو، به کتاب تو، به سنت های رسولت، به احکام دینت تحقیر بکند. هیچ کس نتواند که این کار بکند و هیچ کس نتواند که بازی بکند. عجایباتت را در بالای انسان در زودترین وقت نشان بده. آمین یا رب العالمین.